پیشگفتار. آغاز سلسله پارسی خوانش یسنای نهم اوستا با کمک آواهای پشتو. به نام خداوند بزرگ. دوستان گرامی، مدت دراز می شود که من به جستجوی ریشه تاریخ کشور و مردم و زبان خود هستم و در این مدت دراز حقایق زیادی را در باب آریانای باستان، پشتونها و زبان پشتو دریافتم. حقایقی که برای خودم 100% درستند و من بر آن باورمند هستم، ولی آن را با شما به عنوان یک فرضیه جدید شریک خواهم کرد. اینکه تبار به نام آریایی از کجا آمده، معنی لغوی آریا و آریانا چیست، زبان بنیادی این مردم که کوچی بودند و روز تا روز در زمین گسترده تر و بیشتر می شدند چی بود، عقیده و فرهنگشان چی بود و اکنون در کدام مناطق جهان مسکن گزینند، سوالات بود که با خوانش کتاب مرحوم کوزاد برای من حل شدند. در تاریخ کوزاد اما به دنبال نشانی از تاریخ واقعی پشتونها شدم، ولی در میان روایات موهومه که درباره تاریخ افسانوی آریانها از زبان تاریخ نگاران خارجی در آن آمده بود، با آنکه زبان پشتو برایم زبان خیلی کهن به نظر می رسید و در کتاب هم بر این اصل تاکید شده بود، ولی در آن تصویر روشن از تاریخ آن را دریافتن نمیتوانستم. در نامهای برخی اشخاص، کوهها، دریاها و مناطق و قبل از همه در نام آریانا وجود صدا و مفاهیم پشتو را حس می کردم، مگر باز هم برایم مبهم بودند، تا اینکه متن بخش از اوستا را با الفبای لاتین در کتاب امانت داده شده دوست گران قدر با آواهای پشتو خواندم و با این کوششم در خواندن آن با آوای پشتو اکثریت پرسش ها و شک های ذهنم در این مورد حل شدند. گرچه چون مستشرقین زبان اوستا را زبان مرده دانسته و آن را فاقد آوا خوانده بودند، بناهن خودشان متن آن را با کمک گرامر سانسکریت و پارسی ترجمه کرده اند و با مفاهیمی که من با خوانش پشتوی آن به دست آورده‌ام تا حد زیاد تفاوت دارند. اینجا خواهم کوشید دریافتهایم را از متن لاتین این بخش اوستا یا اوسیدا که به شکل مستقیم به دست آورده‌ام به صورت قصه و روایت عادی و عام‌فهم، البته با مقدمه کوتاهی از عهد یما و قبل از او با شما آغاز کنم و در ضمن گاه آن متن‌های کوتاه را نیز با شما شریک خواهم کرد که من از ترجمه کتاب دینی اوپانیشاد مربوط اوریان‌هایی که به سوی شرق رفته بودند با شناخت اصل مفاهیم لغوی برخی کلمات آن که در پشتو به دست آورده و در فیسبوک خویش وقتاً فوقتاً نوشتم و همچنان به سمت غرب از فرهنگ‌های پارسی اصل معنی پشتوی برخی لغات را که آنان خود ریشه اش را پهلوی گفته‌اند نیز با شما در میان بگذارم. حتی آن کلمات و لغات را که اصل آن را مربوط دین آتش پرستی خوانده اند و من مفاهیم منطقی اش را در پشتو یافته‌ام، در ضمن یا بعد از تکمیل قصه های بخش از اوستا و شما در میان خواهم گذاشت. به این ترتیب می خواهم ثابت بسازم که زبان بنیادی آریان های بخدی یا بختری کدام زبان بوده و با رفتن به سوی شرق و غرب کدام لهجه ها از آن به وجود آمده و منتهی به پیدایش کدام زبان های امروزی شده است. بخشی از اوستا را که با آوای پشتو خوانده ام یسنای نهم یا هومه اشته نام داده‌اند. من خواهم کوشید تا معنی منطقی و اصلی هر نام یا اصطلاح را که در میان متن ضمن ارائه داستان پیش رو می آید با توضیح کوتاه روشن سازم.